اگر دوست داری با سرفصل‌های دوره میکس مدیا آشنا بشی، ادامه ویدیو رو ببین که تک تک سرفصل‌ها رو براتون کامل توضیح دادم. یکی از جذاب‌ترین آموزش‌های این دوره تابلوی برجسته هست که شما 0 تا 100ش رو توی این دوره آموزش می‌بینید و من فکر نمی‌کنم آموزش این تابلو توی هیچ دوره میکس مدیای دیگه‌ای آموزش داده شده باشه. یکی دیگه از آموزش‌های خاص این دوره آموزش قالب‌گیری و ساخت صورتک‌های گچی و رنگ‌آمیزی اونها هست. آموزش ساخت گل، برگ، شکوفه، کار با شابلون و استفاده از تکسچر یکی دیگه از آموزش‌های این دوره هست. تیناب هم یکی از آموزش‌های بسیار جذاب این دوره هست که خیلی از دوره‌های میکس مدیا فقط همین تکنیک رو آموزش میدن به عنوان میکس مدیا. تکنیک بعدی چاپ دستی و دکوپاژ هست که شما به وسیله این تکنیک ها میتونید هر طرحی رو که دوست داشته باشین روی بیستون انتقال بدین، حتی طرح عکس خودتون و عزیزانتون. آموزش کار با فویل باند و ورق طلا و فیکس کردن و تثبیت کردنشون هم کامل توی این دوره آموزش داده شده. یکی از پرطرفدارترین سبک‌های تابلوهای آبسترا هم توی این دوره به شما آموزش داده میشه. آموزش کلاژ و نصب انواع پارچه، فرش، نگین‌های مختلف و غیره رو توی این دوره آموزش می‌بینید. خبر خوب اینه که ما توی این دوره محدودیت طرح نداریم. هنرجویان میتونن هر طرحی که دوست داشتن رو انتخاب کنن، طرح‌ها رو با هم تلفیق کنن و با متریال‌های مختلف طرحشون رو اجرا کنن و به یک خروجی عالی برسند.